ذهن يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستین همیشه در پناه الله شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی انشاءالله خواهم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، طبق روال معمول سوالهایی که از طریق SMS فرستادین را میگیریم و با آن برنامه را آغاز میکنیم. جناب مولانا بیننده پرسیدن که فکر کنم از اهل تشیع باشن، گفتن اگر فردی بگوید یا خدای محمد یا بگوید خدایا تو را قسم میدهم به عزت و احترامی که فاطمه رضی الله عنها یا سلام الله علیه نزد شما دارد کمکم کن، آیا این اشکال دارد یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. دعا کردن و توسل در دعا یک امر شرعی هست و یک حکم الهی است. الله متعال دستور داده ما را که الله متعال را بخوانیم و لله الاسماء الحسنى فادعوه بها، که الله را به وسیله و با ذریعه اسماء حسنا، نامها و صفات زیبا و پرمحتوای الله متعال ما دستور داریم که الله را بخوانیم در هنگام دعا کردن. دعا کردن به این گونه که یا رب محمد، یا رب جبرائیل، یا رب میکائیل هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و جایز هست. و مسئله بعدی قسم دادن الله متعال به مخلوق، این جایز نیست. این که ما الله متعال را قسم بدهیم که ای پروردگارا، ای الله من تو را قسم میدهم، الان به هر چیزی باشد، به مخلوق یا انسانی باشد یا فرشته‌ای باشد، هر کسی که باشد، قسم دادن الله متعال جایز نیست، وارد نیست چنین موردی که ما در هنگام دعا الله متعال را قسم بدهیم. زیرا که اساساً قسم دادن از یک فردی که بالاتر هست و قوت قهریه‌ای دارد و تسلط دارد، یک فردی را که تحت تسلط هست اون را قسم میدهد. یک قاضی میتواند که یک فردی رو محکوم بکند و بهش بگید که باید قسم بخوری و فردم چاری ندارد باید قسم بخورد. اما این که یک فردی که ادنا هست بیاد یک کسی رو که اعلا هست، بالاتر از خودش هست، اون رو بگید که قسم بخور، من تو رو قسم میدهم، چون این چیزی اساءه ادب به الله متعال هست. گذشته از این که در آیات و روایات هم چون این چیزی رو ما نداریم که کسی الله متعال رو قسم بدهد. اگر منظورشون توسل هست، اگر منظورشون هست که پروردگارا به حرمت فاطمه یا به محبتی که تو با فاطمه داری یا با رسول الله صلی الله علیه وسلم داری یا با توجه به جایگاهی که رسول الله و اهل بیت یا صحابه یا فلان ولی نزد تو دارد فلان حاجت ما را برآورده بکن، این نوع توسل هم یک نوع توسل بدعی هست، چون این چیزی ثابت نشده از رسول الله صلی الله علیه وسلم. توسل به محبت اهل بیت و محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم و جاه رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه جایز هست که ما بگیم پروردگارا به خاطر محبتی که من با رسول الله دارم، به خاطر ایمان و یقینی که در قلب من نسبت به رسول الله هست، به خاطر محبت و علاقه‌ای که من به اهل بیت دارم، به خاطر اتباع و پیروی که من از اهل بیت دارم، فلان مشکل من را و حاجت من را برآورده بکن. این توسل به اعمال صالحه هست. توسل به اعمال صالحه هست. یکی از اعمال قلوب یقین هست، ایمان و عقیده هست، اتباع هست
و محبت با رسول الله و با اهل بیت هست. وقتی که من توسل میجویم با توجه و به محبتی که در قلب من نسبت به رسول الله یا اهل بیت وجود دارد، این اشکالی ندارد و جایز هست. اما پروردگارا چون که رسول الله نزد تو محبوب هست، چون که فاطمه و اهل بیت نزد تو محبوب هستند و چون که نزد تو جایگاهی رو دارند، فلان حاجت ما را برآورده بکن. خب تو چه نسبتی با این محبتی که الله با رسول دارد چه نسبتی رو داری؟ اگر رسول الله محبتی رو، یعنی جایگاهی رو داره، جاه و منزلتی رو داره، یا اهل بیت جاه و منزلتی رو دارن نزد الله متعال، این هیچ گونه ارتباطی به شما ندارد. وقتی شما میخواید توسل بجویید، باید به یک چیزی توسل بجویید که شما در پیدایش آن تأثیری داشته باشید و یک نوع برگ برنده و امتیازی برای شما حساب شده باشد. وقتی که شما توسل میگید پروردگار به خاطر این که من رسول الله را دوست دارم، اهل بیت را دوست دارم، خب این شاهکار شما هست، یک امتیازی برای شما که محب اهل بیت هستید. اگر با توجه به این عمل خیر اگر توسل کردید، این کار درستی هست. اما صرفا به این که یا الله چون که اهل بیت نزد تو محبوبند و نزد تو جایگاهی دارن، فلان حاجت ما را برآورده بکن، این توسل نامشروع و بدعی هست. توسل مشروع در این زمینیان است که پروردگار را به خاطر محبتی که من با رسول و اهل بیت دارم، فلان حاجت ما را برآورده بکن. این از نظر شرعی اشکال نداره و جایز است. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیننده گفتن که من یک شیعه هدایت شده هستم و پرسیدن که ما در نماز سبحان الله و الحمدلله را 3 مرتبه میگفتیم، آیا این درست است یا نه؟ و خواستن که تشهد کامل را براشون بگوییم، چون که گفتن میخوام مثل شما اهل سنت نماز بخونم. در مورد سوال اولشون، رسول الله صلی الله علیه و سلم رو توصیه کردند که صلوا کما رأیتمونی اصلی، همان گونه که من نماز میخوانم شما نماز بخوانید. و نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت کامل از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما نقل شده. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم روزانه 5 وقت در مسجد نماز میخوندن. تمامی دعاها و اذکار و ادعیه و کیفیت و کمیت نماز را رسول الله صلی الله علیه و سلم با عمل خودشون به صورت کامل و بدون هیچ گونه نقص و عیبی برای مردم بیان فرمودند. و از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده که در قیام به جای قرائت تسبیح خوانده باشند. یعنی به جای اینکه سوره فاتحه رو بخونند یا به جای اینکه ضم سوره بخونند، به جایش چند تا ذکر و اوراد خوانده باشند، بلکه برعکس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحه الکتاب، کسی که در نماز فاتحه الکتاب را نخواند نمازی ندارد، نمازش درست نیست. و از این روایت علما استنباط کردند که تلاوت و قرائت سوره فاتحه در نماز در هر رکعتش جز ارکان نماز هست. یعنی در هر رکعت یکی از ارکان و فرایض قرائت کردن سوره فاتحه است، چه در رکعت اول و دوم باشد یا در رکعت سوم و چهارم. تفاوتش این است که در رکعت اول و دوم همراه در نماز فرض همراه با سوره فاتحه یک سوره دیگری هم خوانده می شود، یک سوره کوتاه یا چند آیه خوانده می شود. اما در 2 رکعت آخر صرفا فقط سوره فاتحه خوانده می شود. سوره فاتحه در تمام رکعات نماز بلا استثناء، 2 رکعت اول یا 1 رکعت یا 2 رکعت آخر در نمازهای 3 رکعتی و 4 رکعتی جز ارکان نماز هست و خواندن نماز بدون سوره فاتحه درست نیست. و تسبیحات و سبحان الله و الحمدلله لا اله الا الله به هیچ عنوان نمی تواند که جایگزین سوره فاتحه باشد. جزاکم الله خیر. در اینجا از اتاق فرمان خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز را هم زیرنویس بکنن و مثل همیشه درخواست دارم از بینندگان عزیز که لطف کنید که از طریق گوشی تلفن به صحبتتون ادامه بدین، منتظر نباشین صداتون از تلویزیون پخش بشه. همچنین سوالاتون را به صورت مختصر نوشته داشته باشین تا زیاد وقت برنامه گرفته نشه. بیننده بعدی گفتن که آیا خواندن دعای یا مقلب القلوب درست است یا نه و آیا میتوان این دعا را در نماز خواند؟ دعای یا مقلب القلوب یک دعایی هست که معمولا بر روی تقویم ها نوشته و مردم فکر میکنند که این دعای تحویل سال هست.
دعای تحویل سال، یعنی عوض شدن سال. چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. دعای خاصی به مناسبت تحویل سال یا سال جدید ما نداریم و این که گفته میشد این دعای تحویل سال هست، دعای سال نو هست، چون این دعایی ثابت نیست از رسول الله صلی الله علیه و سلم. درباره دعای یا مقلب القلوب از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست، البته نه به اون صورتی که یا مقلب القلوب والابصار یا محول الحول والاحوال به این گونه نیست. به گونه دیگر هست که در کتاب‌های اهل سنت و الجماعت مانند سنن ترمذی این روایت اومده و رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشترین قسمی که می‌خوردن با همین کلمه مقلب القلوب بود. لا و مقلب القلوب، لا و مقلب القلوب، این گونه قسم می‌خوردن. اما به صورت دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه این دعا رو می‌خوندن. در روایت سنن ترمذی اومده که کان النبی صلی الله علیه و سلم یکثر من ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا در برخی روایات طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، این وارد شده. اما به عنوان یک مناسبت خاص مانند تحویل سال نیست، بلکه در این روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار این روایت رو تکرار می‌کردند. این دعا رو یکی از دعاهای معصوره هست، یعنی نقل شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم این دعا رو همیشه هم تکرار می‌کردند و جایز هست شما هم به اقتدا از رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعا رو همیشه تکرار بکنید، جزء دعاهای روزمره تون باشه، زیرا که ما همان گونه که روزانه دعا میکنیم اهدنا الصراط المستقیم و نیازمند هدایت هستیم و نیازمند این هستیم که الله متعال ما رو بر راه هدایت و بر راه صراط مستقیم ما رو استقامت نصیب بفرماید. برای ثبات قلبمان بر دین الهی و بر طاعت الهی هم نیازمند دعا هستیم و نیازمند الله متعال هستیم که ما را توفیق بدهد که بر دین خودمان و عقیده و باورهای خودمان ثابت قدم بمانیم. و بدین خاطر دعای یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یکی از دعاهای معصوره و زیبا هست و اشکالی نداره. در نماز هم می شود این دعا را خواند، حتی در نماز و در حالت سجده یا بعد از تحیات و بعد از درودها هیچ گونه اشکالی نداره، جز دعاهای معصوره هست. می توانید در نماز و در غیر نماز این دعا را بخوانید. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان وصله و بعد از بینندگان خواهش میکنم که سوالاتون رو به صورت مختصر داشته باشین و آماده داشته باشین تا وقت برنامه زیاد گرفته نشه. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام شما خدمت استاد بزرگوار. علیکم السلام و رحمت الله. سوالش من شما قبلا هم در چند هفته گذشته با شما تماس گرفته بودم، گفته بودم که در نماز مشکل دارم و حالا میخوایم بگویم که نه از استاد محترم شریک نماز اشاره را بسان که چگونه بخوانم، بسیار زیاد مشکل دارم و نمیشه، نمیتونم دیگه. میشه که بگویم که ما اگر الحمد هیچ میخوانم چون بدون سوره فاتحه نماز کامل نیست و اگر نماز سوره فاتحه را نخوانم میشه که نماز خودم در اشاره بخوانم، اما تو استاد شم بدون کدام سوره و اتنا الله اکبر. یعنی شما مشکل قرائت داشتین درسته؟ بله آقا. گفتین در خواندن قرائت مشکل داشتین درست؟ بله استاد محترم. و میشه که من تو اشاره بخوانم و سوره فاتحه را هیچ نخوانم اصلا. درست. سوال بعدیتون؟ مشکل نه سر من. یعنی شما اصلا سوال دیگه نداشتم. میخوایم که عبدالقادر صدیقان بر ما و به تمام فامیل ما دعا کنن. یعنی شما اصلا نمیتونید که سوره فاتحه رو تلاوت بکنید؟ بله بله. یعنی به هیچ عنوان در نماز نمیتونه تلفظ بکنید جملات و آیات الحمدلله رب العالمین سوره فاتحه رو؟ میتونم استاد محترم، خب بسیار مشکل است. چی اشکالش در چی است؟ مشکلی نداره، هر آیه رو چند مرتبه تکرار بکن تا اینکه بتونی درست تلفظش بکنی. استاد بزرگوار بسیار زیاد فشار سر مغز من میاره و نمیتونم که درست بگم، هر نقطه رو به بسیار مشکل میگم. همین خاطر من میگم اگر شما طرز نماز اشاره رو بر ما یاد بتین یا ما ایستانم با سوره فاتحه را هیچ نخوانم اصلا.
بسیار خوب. درست، انشالله پاسخ دریافت میکنیم. تشکر میکنیم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بفرمایید بیننده محترم. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام خدا خدمت شما و خدمت جناب محترم مولانا صاحب تقدیم میکنم. دو سه سوال داشتم برادر عزیز. بفرمایید سوال اولتون. سوال اولم پیشتر مولوی صاحب همین جوابم دادم. سوره فاتحه در نماز در جماعت هم باید سوره فاتحه باید خوانده شود یک. و دوم سوال کمی وقتی که نماز خطبه نماز جمعه یا نماز عید باشه در حالت خطبه خوندن امام که در خطبه می باشه در این حالت نماز سنت یا نفل جایز است یا نیست؟ به خاطر که زیادتر مردم در این وقت نماز سنت یا نفل میخوانند. سوال بعدی؟ سوال بعدی تشکر. درست، تشکر از شما. تماس بعدی بیننده. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده محترم شما وصل هستین، صحبت کنید. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما آیشه هستم از افغانستان به تماس شدیم و اول خب میخواستم این گپ بزنم که الحمدلله شکر که چیره مبارک استاد میبینید برای زیاد وقتا و من سوال داشتم از جناب استاد بزرگوار خود. سوال من ایسته که در افغانستان مولوی صاحب میگه که بجز از عکس‌های طبیعت عکس انسان چیزا رو نباید بگیری به خاطر که گناه داره، در قیامت از پیش انسان روح میخواید. آیا این درست است یا غلط است؟ درست. سوال دیگه هم داریم؟ و یک خواهش داشتم از استاد بزرگوار خود که لطفا در حق ما دعا کنن. دیگه وقت شما رو نمیگیرم. وقت خوش، خدا حافظ. خدا نگهدار شما. تشکر از شما. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. محترم برای ما جواب میگفته بابت دو سه سوال. بفرمایید سوالتون. سوال ما اینه که اول که از همین فضولابی که در شهری هست، بله. آب دادن درختان میوه دهنده اشکال داره یا اشکال نداره؟ متوجه شدید؟ سوال بعدیتون. بله سوال واضح است. سوال دوم از همین که همه مرغ هایی که ذبح مرغ در تاجیکستان ما وقتی که مرغ میکشن زبون مرغ از سرش میکشن، از بعد گلوش هم میبرن. تازگی ها پیدا شد میگن که نه زبون مرغ برآوردن احتیاج نداره برای ذبح مرغ. درست. سوال بعدی. بعد همین مرغایی که برای ما در اینجا وارد میشوند مارک حلال دارن، همونا برای ما جایز است خوردن؟ برای حلال یا حلال نیست؟ درست. همین مقصد شده برای تشکر از شما. خیلی ممنون. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. استاد دو تا سوال داشتم، یکی در مورد توسل. بفرمایید. سوال شرعیه. بفرمایید سوال اولتون. سوال توسل شما میفرمایید که به قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیشه توسل کرد. ولی مطلبی در کتاب مصنف ابن ابی شیبه جلد 11 صفحه 118 که یکی از خود صحابه به قبر رسول خدا صلی الله علیه و سلم توسل میکنه و میگه یا رسول الله قحطی آمده و گرفتاریم، و بعد در خواب میبینه و حتی خود عمر اعلام میکنه که قبول این توسل رو تقبل میکنه و بعد از اون هم زارن تماس بیننده قطع شد. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. صدا شما وصله و سوال شهریتون. من آقای سلیمانی هستم. بفرمایید سوال شهریتون.
من میخواستم شما سپورت از موردی که ما به نماز نرسیدیم موردی سجده کرد سجده واجبه یا نه برای ما یا نه؟ به چه صورت؟ دوباره بپرسین؟ من وقتی میرم نماز بله نمیرسم مولی سجده میکنه مولا من نمیرسم سجده برای من واجبه یا نه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ بله نه تشکر از شما. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم استاد گرامی. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. من سوال شعری داشتم. بفرمایید سوالتون. سوال اول اینه که مثلا انگشتر برای زن مرد چی حکمی داره برای زن و مرد؟ مثلا سوال دومی که استفاده کردن عطر برای زن و مرد در چه موقعیتی در چه حالتی؟ سوال سوم اینه که مثلا میگن تو وقتی که مثلا نماز سوال دومتون چی بود؟ عطر استفاده کردن برای زن و مرد مثلا چی استفاده از عطر. سوال سوم اینه که مثلا میگن تو وقتی نماز قضایی نماز قبل از بکنه میشه جای قضایی مثلا ببخشید یکی سریع بگین، یکی یواشتر بگین. ببخشید سوال سومتون دوباره تکرار کنید. وقتی نماز قضایی میکنید میگن تا وقتی مثلا نماز کردن باشه نماز نفس هم بخونید به جای نماز قضایی. نماز سنت به جای قضایی بخونید. قضایی به جای سنت بخونید. من نفهمیدم. مشخص است. قضایی به جای سنت. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم برادر. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. خوب هستین؟ سلام برای استاد بزرگوار و استاد شما. سلام به شما برادر. ما یک سوال داشتم از استاد محترم که در مسجدی که ما نماز میخوانیم نماز عشا اکثرا همین اتفاق میفته یک پسر جوانی که تقریبا حافظ است امام میباشه و اکثر وقت بعضی مقتدی دیگه از اون خواهش میکنه که تا در رکعت چهارم نماز عشا بعد از رکوع دست بلند کنن و دعا کنن، مثل که مثلا ما حنفی مذهبا در صلات وتر واجب در رکعت سوم مثلا دعا میکنیم یا دعا قنوت را میخوانیم. و این برادر آل قسم شده که اکثر نمازها تقریبا هر یک نماز بعد یا دو نماز بعد در رکعت چهارم دست بالا میکنن و دعا میکنن بعد از رکوع. از استاد محترم میخواستم بپرسم آیا این جایز است همیشه این کار ادامه بدن؟ یعنی دعا به خاطر یا سوریه باشه یا افغانستان باشه یا مسلمین باشه، آیا این کار اگر بار بار تکرار شود جایز است یا کدام؟ درست. این سوال واضح است. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر برادر قم. سلامت باشید. تشکر از شما. تماس بعدی بیننده. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده محترم شما وصل هستین، لطفا صحبت کنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. ما سوالی دارم که به نماز جمعه چند رکعت سنت پیش از نماز فرض خوانده میشه و چند رکعت بعد از او در مسجد؟ چند رکعت قبل از چطور؟ چند رکعت قبل سنت باید بخونیم و چند رکعت بعد از. درست. بسیار زیاد تشکر، خدا. تشکر از شما. تماس بعدی بیننده. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. علیکم السلام و رحمت الله. الو. بفرمایید صحبت کنید برادر گرامی. بس صداتون خیلی پایینه، یک کمی بلندتر صحبت کنید.
در سوال ما همین خیر بودن. اگه لطف کنید دوباره صحبت بکنید چون که فعلا صداتون خیلی مشکل داره. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. چند سوال دارم. سوال اولتون؟ سوال اولی که اگر یک طفل 9 یا 12 ساله‌ای که هنوز بالغ نشده باشه، یعنی منظورم نیست که اگر عادت ماهیانیش هنوز جاری نشده اما دیگر نشانه های بلوغیت در وجودش دیده شود، آیا فرایض به او واجب میگردد یا خیر؟ و سوال دومی که و همین اطفال که در سن 10 و 12 هستن به خاطر که سو وقت بر نماز میخیزن و همچنان مکتب هم وقت میرن، میتونن که نماز عشا را همراه با مغرب یک جا جمع بخونن؟ چون در اینجا در تابستان بسیار نماز عشا ناوقت روا میشه، میتونن جمع بخونن یا خیر؟ درست. و سوال دیگه هم دارم استاد محترم، نمازهای سنت مسافر میتونه که ادا بسازد یا خیر ضروری نمی باشه بر مسافر؟ و یا هم اگر وقت داشت انجام بدهد داخل ثواب می شود یا خیر؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ بله. سوال دیگه ای که در اینجا اگر کسی که فوت میکنه به خاطر تحقیقات دولت و یا هم به خاطر مراسم دفن ای چیزا برای 1 هفته و یا 2 هفته مرده در یخچال ها گذاشته میشه، این حال همی مرده دار اگر بخواه که 3 روز اول را عزاداری کنه، عزاداری از کدام روز حساب میشه؟ از روز اول که مرده فوت کرده و یا ای که بعد از دفن روز اول 2-3 شمرده میشه؟ درست. سوال دیگه ندارین؟ تشکر میکنم استاد محترم. تشکر از شما. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. خداوند نگهبان شما. حضرت میگم همین 4 رکعت سنت نماز پیشینا پیش از فرض بیرون باز از فرض بخونی میشود؟ سوال دیگه هم دارین؟ دیگه سوال بفرمایید. نمازی بوم دادن همچنین همین سنتی نمازی بوم داده دایره نکردی فرض خوندی پس فرض سنت بخونی میشه حضرت؟ درست. تشکر از شما. خداوند نگهبان شما. من سلامت باشین. خدا نگهدار شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. یک سوال داشتم. سوال یکم همین که آیا نظر کردن درسته یا نه؟ سوالی هم دارین؟ سوال من این که بله. سوال دیگه این که بعضی انسان را میگیم که خیلی نقل سازی احوالات خوب است، بعد در جواب میگوید که خدا از این بد نکند. آیا همین کلمه درست است؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه. تشکر. سلام میشون. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیان گرامی صحبت کنید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. خسته نباشید. سلامت باشید. حضرت گرامی، ببخشید عرض داشتم خدمت شما. بفرمایید. سوال شهریتون؟ میخواستم بپرسم ما الان تو اروپا زندگی میکنیم. بله. طبق حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن براءت میکنم از کسانی که هجرت میکنم به کشورهایی که مسلمان نیستن، یعنی نصرانی هستن. فقط میخواستم بدونم ماموستا عبدالقدوس زحمت بکشن، سلام دارم خدمت ایشون، که ما وضعیتمون تو ایران یه جوریه که نمیتونیم به اون صورت تبلیغ کنیم. آیا ما اجازه داریم
یعنی دین خدای تبارک و تعالی بهمون اجازه میده تو کشور اروپایی زندگی کنیم. درست. سوال دیگه هم دارین؟ بعد دیگه همین، دستتون در نکنه، خیلی متشکرم میشم اگه زحمت بکشن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله و برکاته. آخرین تماس بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. ما 2-3 سال میشه در ایران کار میکنیم، یک مقدار پول داریم شکر خدا. از اینی زکاتش میشه نمیشه، چون در افغانستان هم مجبور هستیم، شکر 7 عیال هستیم، ناخور داریم، باید خرج اونا رو هم بدیم. یکی زمین گیرایی بگیری کی از حکمش؟ سوال بعدیتون؟ زمین که گیرو بگیری، مثال ما پول میدیم زمین گیرو میگیریم تا 1 سال یا 2 سال، با دوباره طرف پول میده زمینش پس بهش تحویل میکنیم. درست. یعنی شما به کسی پول میدین زمین رو گرو میگیرین، پول که داد دوباره زمین برمیگردونین، درسته؟ بله بله. تشکر از شما. زنده باشید. خدا نگهدار شما. سلام. تشکر از شما. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشین. ورد زبانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. سوزد درونم از شوق رویش، فیض کلامم نام محمد، فیض کلامم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. تا هست جانم در دار فانی، هر لحظه خوانم نام محمد، هر لحظه خوانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. در روز محشر از آتش آلود باشد امانم نام محمد، باشد امانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. گذشته من عیش جهان را،
عیش جهانم نام محمد، عیش جهانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. بسؤالي جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقهه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالك يا أهل الذكر. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. چندین سوال از تماس‌های تلفنی بینندگان عزیز گرفتیم و اولین بیننده که گفتن مشکل خواندن قرائت قرآن در نماز دارن، سوالشون هم این بود، گفتن که آیا میتونن در هنگام نماز برای الحمد اینا فقط اشاره بکنن و قرائت نکنن؟ قبلا توضیح دادم که بنابر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودن لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، خواندن سوره فاتحه در نماز در تمامی رکعاتش جز ارکان نماز هست، یعنی جز فرایض نماز هست که باید خوانده بشود و بدون از خواندن سوره فاتحه در نماز نماز صحیح نیست. این قول راجح و مذهب جمهور علمای اهل سنت و الجماعت هست و ایشون باید سعی بکنند که یاد بگیرند و قبلا هم تماس گرفته بودند که مشکل دارند، یاد دارند و منتها نمیتوانند که بخونند. به هر صورت ایشون باید یعنی نهایت سعیشون انجام بدن تا اینکه بخونند این سوره فاتحه را، ولو اینکه اگر به صورت مسترسل و پی در پی نمیتونند بخونند با وقفه بخونند، مثلا الحمدلله رب العالمین و صبر بکنند یک لحظه بعد ادامه بدند، یعنی تکه تکه بخونند سوره فاتحه رو. به هر صورت یعنی تا جایی که ممکن هست باید سوره فاتحه رو در نماز بخونند. این مذهب جمهور علمای اهل سنت و الجماعت هست و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک دید وسیع تری رو دارند که مطلق قرائت رو گفتن جز ارکان هست، یعنی تلاوت کردن بخشی از قرآن در نماز رو گفتند که جز ارکان نماز هست، نه خصوص یک سوره مشخصی. این نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و فقهای احناف است. بنابر نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بالفرض اگر نتونستن سوره فاتحه رو بخونند یک سوره دیگر رو بخونند باز هم کفایت میکند و نمازشون درسته بر اساس فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. اما در مورد نماز اشاره برای کسی هست که توانایی قیام رو نداشته باشه، قیام رو یا رکوع و سجود رو نداشته باشه، به صورت اشاره میتواند نماز بخواند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ایستاده نماز بخوان، این مرحله اول هست. اگر نتوانستی ایستاده نماز بخوانی نشسته نماز بخوان، اگر نشسته نمیتوانستی نماز بخوانی دراز کشیده نماز بخوان و که نماز با اشاره می شود.
نماز با اشاره یعنی این که شما اشاره میکنید به نماز، یعنی یه مقدار خودتون خم میکنید به عنوان رکوع، دوباره باز میگردید و برای سجده خودتون یه مقدار بیشتر خم میکنید، این میشود به عنوان سجده. این نماز اشاره هست. این نماز برای کسانی هست که توانایی قیام و رکوع و سجود رو ندارند، نه برای کسی که توانایی قرائت رو ندارد. کسی لال باشد لکنت زبان داشته باشه. این یک مطلب هست. یعنی اساساً یعنی نماز اشاره برای کسانی هست که توانایی انجام ارکان نماز رو نداشته باشند. الان به خاطر بیماری هست یا به خاطر فرض کن که یک مانعی وجود داره، دشمن اونو گرفته، یک جای مثلا اون به بند کشیدن، بستنش، نمیتونه که به این صورت نماز بخونه، به صورت اشاره میتواند نماز بخونه. این مثلا در مورد کسی که لال باشد به صورت کلی، از این فردی لال هست و گنگ هست، اصلا نمیداند قرآن را اصلا حفظ نیست، نمیتواند بخواند، نمیشنود و نمیداند، از نظر شرعی فقها گفتن میتواند که بایستد نماز بخواند، لبهای خودش رو تکان بدهد. برای کسی که به صورت کلی گنگ هست و لاله، نمیتونه که چیزی رو اصلا یاد نداره که بخونه و نمیتونه اصلا حرف بزنه، همون حرکت دادن لب در حق چنین فردی همون قرائت شمرده میشد. این نمازش از نظر شرعی درست اشکالی نداره. منتها کسی که توانایی داره در حد توانش باید اینو انجام بده و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. وقتی که من به شما یک دستوری رو دادم، تا جایی که شما میتوانید سعی بکنید اون رو کامل انجام بدهید. این خواهر و دخترمون اگر نمیتواند، بالفرض این که به هیچ عنوان نمیتواند که سوره فاتحه رو بخواند، حداقل در حدی که میتواند اینو باید بخواند. یک آیه، دو آیه، سه آیه، اگر به هیچ عنوان زبانش دهانش قفل شده، هیچ چیزی نمیتواند بخواند، از اون صورت به بعد معذور هست. اگر به صورت کلی در نماز زبانش قفل میشود، نمیتواند چیزی رو بخواند، معذور هست. همون قیام در حق چنین کسی کفایت میکند. اما تا جایی که میتواند سعی بکند، عرض کردن به صورت تکه تکه هم بخواند، کفایت میکند و نمازش انشاءالله درست است. و ما هم دعا میکنیم که الله تعالی ایشون را شفای کاملی عنایت بفرمایند و بتواند که به صورت کامل و راحت نماز بخواند. من توصیه میکنم که زیاد وسواس هم نداشته باشن. من احساس کردم که ایشون بر خودشون زیاد فشار میارند و یعنی سعی میکنند که دقیق ترین حالتش رو بخونند، با تجوید مراعات بکنند، تلفظ الفاظ بسیار دقیق باشه. همین که شما عامیانه ولو اینکه از نظر تجویدی و مخارج حروف درست نباشه سوره فاتحه رو بخونید، همین کفایت میکنه. زیاد بر خودتون فشار نیارید. در همون صورتی که در هر اندازه‌ای که میتوانید با همون کیفیت عامیانه هم که بخونید، ان شاء الله این فرض ادا میشه و نماز شما از نظر شرعی درست خواهد بود. جزاکم الله خیر. باز در مورد سوره فاتحه سوال بعدی بیننده از گفتن که در هنگام نماز جماعت خواندن سوره فاتحه برای مأمومین چه میده؟ در صورت مثلا که انسان به صورت انفرادی نماز میخواند، عرض کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحه الکتاب، که قرائت فاتحه یکی از ارکان نماز هست. و در صورتی که انسان مقتدی هست، یعنی پشت سر امام نماز میخواند، در این زمینه دو تا دیدگاه وجود داره. الله متعال میفرماد و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا له لعلكم ترحمون. یک جماعت و گروهی از سلف معتقد بر این هستند که این آیه در مورد نماز هست، یعنی در هنگام نماز وقتی که شما تلاوت امام را میشنوید ساکت باشید و گوش فرا بدهید به تلاوت امام. معنیش این است که شما حق ندارید که چیزی رو در هنگامی که پشت سر امام هستی به عنوان قرائت در واقع بخوانید. و غیر از این روایت دیگری هم هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، ثابت است که ایشون روایتی رو نقل می‌کنند از رسول الله صلی الله علیه و سلم که انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا و اذا قرأ فانصتوا. و این روایتی هست که مستند احناف هست در این زمینه و معتقد بر این هستند که زمانی که امام انسان پشت سر امام نماز میخواند، همان قرائت امام برای اون قرائت هست. من کان له امام فقراءة الامام له قراءه. این مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست. اما مذهب امام شافعی و دیگر فقها با توجه به روایات صحیحتر و صریحتری در این زمین آمده، در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت حضرت عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه هست و خود همین روایت عباده
رضی الله تعالی عنه در سنن ترمذی این اومد. جریان این بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم غالبا در نماز صبح بودند و یک مقدار قرائت بر ایشون سنگین شد، یعنی وقتی نماز میخوندن قرائت برشون گران تمام شد و مثل اینکه انسان گیر بکنه در قرائت. بعد از اینکه نماز را تمام کردند سوال کردند از صحابه که پشت سر بودن آیا شما پشت سر امامتون قرائت میخونید؟ یکی گفت بله یا رسول الله ما پشت سر شما قرائت هم میخونیم، یعنی سوره فاتحه و قرائت رو میخونیم. این در صحیحین است، صحیح بخاری و صحیح مسلم و در سنن ترمذی این اومده که رسول الله صلی الله سنن ابو داود این اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لا تفعلوا، این کار رو انجام ندید، یعنی پشت سر امام شما قرائت نخونید. منتها یک پسوند دیگری هم دارد، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لا تفعلوا الا بأم القرآن، لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، این کار رو انجام ندید پشت سر امامتون قرائت نخونید. بنابراین قرائت خوندن پشت سر امام غیر از فاتحه جای اتفاقه، محل اتفاق تمام فقهای مذاهب است، یعنی کسی حق ندارد که در نماز قرائت بخواند به این معنی که غیر از فاتحه باشد، سوره ای رو پشت سر امام بخواند، این مورد اتفاق فقها است. اما در مورد سوره فاتحه این صراحتا اومده فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها لا تفعلوا الا بأم القرآن، این کار رو انجام ندید مگر سوره فاتحه را با پشت سر امام شما بخوانید، زیرا کسی که سوره فاتحه را نخواند نمازی برای اون نیست. الان نمازی که پشت سر امام هست از دو حالت خالی نیست. یک حالتی هست که در واقع نماز سری هست، یعنی ما قرائت امام را نمیشنویم و الله متعال دستور داده و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، اگر قرآن خوانده شد شما استماع بکنید. وقتی که نماز سری هست و خفیتا امام میخوند خب قرائتی نیست که ما گوش بکنیم. در این صورت حتی برخی از فقهای احناف مانند امام محمد رحمت الله علیه معتقد بر این هستند که پشت سر امام در نمازهای سری شما فاتحه بخوانید. برخی از ائمه احناف هم این فتوا را دادند و هیچ گونه اشکالی ندارد و اولاتر این است که انسان یعنی عمل بکنن بر فتوای امام محمد رحمت الله علیه، شاگرد امام ابو حنیفه بودند که در نمازهای سری فرمودند که شما سوره فاتحه را بخوانید، زیرا که عملا قرائتی از امام شنیده نمی شود. و در مورد نمازهای جهری اگر امام به صورت پیوسته میخوند، یعنی وقتی این که به اصطلاح از اول که تکبیر گفت تا آخری که میرود به رکوع فرصتی نشد، بلا فاصله شروع کرد برای خواندن سوره فاتحه و قرائت و شما نتوانستید که بخوانید، در زمانی که امام مشغول قرائت هست شما همون حکم قرآن را اجرا بکنید و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وقتی که امام قرائت میخواند شما گوش فرا بدهید. اما اگر در لابلای قرائت امام فرض کنیم امام در ابتدا دعای استفتاح طولانی میخواند، معمولا این اتفاق میافتد که امام دعایی رو میخونه در ابتدای نماز که طولانی تر از بقیه اوقات است، شما در این وقت فرصت کردی سوره فاتحه رو خوندید خیلی خوب هست. اگر بعد از قرائت فاتحه امام معمولا یک سکته و توقفی رو داره، اگر توقفی داشت و شما خوندید هیچ گونه اشکال شرعی نداره. اما اگر نخواندید در این صورت باز هم اشکال نداره، زیرا که اصلا موقعیتی برای شما به وجود نیومده و اصل در قرائت امام وقتی پشت سر امامی هستی این است که باید سکوت بکنید، یعنی صبر کنید و قرائت امام را گوش فرا بدید. اگر فرصتی شد بخوانید و اگر فرصتی نشد نخواندید، به خاطر اینکه فرصت نشده این فرض و رکن بودنش از گردن شما ساقط میشه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که خیلی وقتا رخ میده که خطیب در حال خطبه خواندن هست در روز جمعه و افرادی هستن که نماز سنت میخوانند، این کار چه می‌کنه؟ در روز جمعه در هنگام خطبه انسان باید سکوت بکند و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که قال لصاحبه انصت فقط لغا، اگر کسی در روز جمعه حتی اگر به بغل دستیش بگه ساکت باش، یعنی این که کار لغوی رو انجام داده یا ثوابش باطل می شود. یعنی در هنگام خطبه فرض و واجب هست که ما بنشینیم ساکت و گوش فرا بدهیم به خطبه امام و حتی نماز خواندن نفلی در این زمینه درست نیست. نماز نفل در هنگامی که امام بر روی منبر هست و خطبه میخواند، الان برخی از جاها خطبه را به زبان عربی میخوانند و قبل از خطبه عربی سخنرانی میکنند به زبان محلی. در هنگام سخنرانی هیچ گونه اشکالی ندارد، در هنگام سخنرانی هیچ گونه اشکالی ندارد. اگر سخنرانی به عنوان خطبه هست یا در جاهایی که
خطبه را به صورت عربی میخونند. آیا در هنگام خطبه یا در هنگام همون خطبه و سخنرانی که به زبان فارسی هست و به جای اصلی خطبه شمرده میشوند، اگر کسی وارد مسجد شد نماز تحیت المسجد را بخواند، اشکال شرعی ندارد. اگر وارد مسجد شد نماز تحیت المسجد را بخواند. اما سنت و نفل مطلق درست نیست. یعنی اینطوری درست نیست که امام مشغول خطبه هستی که بلند می شود نماز می کند. تحیت المسجد را خونده، الان بلند شده 2 رکعت می کند، بعدش 2 رکعت دیگر می کند، این جایز نیست. اما کسی که تازه وارد مسجد شد و امام بر روی منبر بود، اشکال ندارد، می تواند 2 رکعت نماز تحیت المسجد را بخواند. در این زمینه روایتی از در صحیح بخاری و مسلم معروف است به داستان سلیک قطفانی که اومده بود در مدینه منوره. کسی بود که آشنا نبود با احکام اسلامی. روایت حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه است، میگه که ما در مسجد بودیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر روی منبر داشتند خطبه میخوندند که سلیک قطفانی وارد بود. چون که این فرد بیابان نشینی بود، ظاهرا با آداب روز جمعه و حکم تحیت المسجد آشنا نبود و اومد در وارد مسجد که شد و نشست. رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشون فرمودند که بلند بشو و 2 رکعت نماز تحیت المسجد بخون. این در وسط خطبه رسول الله دستور دادند که بلند بشو 2 رکعت تحیت المسجد بخون. و در ادامه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک دستوری رو دادن: اذا جاء احدكم يوم الجمعه والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. این یک دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اگر کسی از شما روز جمعه وارد مسجد شد در حالی که امام بر روی منبر مشغول خطبه خواندن و مشغول ایراد خطبه بود، اگر در چنین وقتی وارد شدید، فلیرکع رکعتین، باید 2 رکعت بخواند، ولیتجوز فیهما، و کوتاه بخواند، هم بخواند و هم کوتاه بخواند. این دستور اکید رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و روایت هم 100% صحیح است در صحیح بخاری و صحیح مسلم. پس بنابراین در هنگام خطبه تحیت المسجد خوندن درست است، اشکالی نداره، بلکه عین سنت هست و دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اما نمازهای دیگر، نماز نفل در هنگام خواندن خطبه جایز نیست مگر 2 رکعت نماز تحیت المسجد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد گرفتن عکس بود. گفتن آیا عکس گرفتن از انسان گناه دارد یا نه؟ به صورت کلی در مورد عکس و تصویر روایاتی وارد شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم مورد اتفاق هستند. که در روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که ان اعظم الناس عذابا یوم القیامه المصورون. در روز قیامت سنگین ترین عذاب در روز قیامت برای مصورین هست، کسانی که تصویر میکشند و سزا و مجازاتشون در روز قیامت این است که به اونها دستور داده می شود که آنچه را که خلق کردید اون رو دوباره زنده بکنید. این روایتی از در این زمینه. روایت دیگری هم وجود دارد. برخی از فقها معتقد بر این هستند که تصویر تفاوتی نداره، چه با دست بکشند اون تصویر را، یعنی به صورت رسم و نقاشی باشد، یا چه به صورت دوربین عکاسی و مانند موبایل مثلا گرفته بشود، همه را حکمشون را یکی قرار دادن و معتقد هستند که تصویری که از انسان ذی‌روحی باشه، یعنی انسان یا حیوان ذی‌روحی باشه، این در واقع جز همین ممنوعیت وجود داره و از نظر شرعی درست نیست. منتها یعنی قول برخی از محققین در این زمینه این است که این که شما عکس میگیرید با یعنی آله عکاسی یا دوربین عکاسی هست یا با موبایل عکس میگیرید، این در واقع جزء مفهوم حدیث شمرده نمی شود و شما در این زمینه افتخاری و ادعایی ندارید که یک چیزی رو خلق کردید، آفریدید، یعنی رسم دست شما نیست، فقط فشار دادن یک دکمه هست و علما اینو تعبیر میکنند به حبس ذل، یعنی وضعیت و حالتی رو که وجود داره بیرون از به اصطلاح حالت که بیرونی هست، شما این تصویر رو ثبت میکنید یا این رو حبس میکنید، این حالت رو که به عنوان یک تصویر در واقع در میاد و اینو جزء تصویر و کشیدن نقاشی و رسم با دست اینو قرار نمیدند و این قولشون هم قول وجیهی هست و نظر ما هم در این زمینه این است که گرفتن تصویر برای با موبایل از نظر شرعی اشکال نداره، گرچه اولاتر و بهتر این است که انسان
انسان همون جنبه تقوا را مراعات بکند. اگر نیازی نیست و ضرری وجود نداره به نگیرن چنین به اصطلاح مواردی رو، یعنی که به صورت کلی یعنی خیالشون راحت باشه که تصویر رو نگرفتن. اما با توجه به مسئله‌ای که توضیح دادم که این حبس ظل هست، گرفتن تصویر با دوربین عکاسی از نظر بسیار از علمای معاصرین جزو مفهوم حدیث شمرده نمی‌شوند و مفهوم حدیث و تصویری که در حدیث ذکر شده تصویر با دست هست، یعنی کشیدن عکس حیوان جاندار و ذی‌روحی با دست که بکشن در روز قیامت همون عذابی رو داره و وعیدی که وارد شده که الله تعالی دستور میدهد کن رو زنده بکن و نمیتواند زنده بکند و این یک نوع تکلیفی هست و یک نوع دستوری هست که نمیتواند انجام بدهد و سبب عذابش در روز قیامت میشود. اما تصویر گرفتن با دوربین عکاسی انشاءالله که این حکم را ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن گفتن که آبیاری و آب دادن به درختانی که میوه میدهند با آب فاضلاب آیا درسته یا نه؟ بله اشکال نداره و اگر که به اصطلاح با آب فاضلاب باشه یا کود حیوانی رو زیر به اصطلاح در زمینی که نباتات سبزیجات هستند یا درختان میوه دار هستند به اصطلاح از اون استفاده بکنند، هیچ گونه ممنوعیتی و هیچ گونه کراهتی رو ندارد و محصولی که از چنین زمینی برداشت می شود کاملا پاک و حلال هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آیا از نظر شرعی باید در هنگام ذبح مرغ‌ها زبان آن را بیرون آورد و بعد گلویش رو برید؟ نه، چون چیزی وجود نداره در شریعت اسلامی که زبانش حتما نگه داری که زبانش پایین نرود، حتما باید زبانش بیرون باشد. نه، چون این چیزی نیست. از نظر شرعی ذبح شرعی به اصطلاح این هست که این گردن مرغ را یا حیوان را ببرند به صورتی که شاهرگ‌هایش و به اصطلاح لوله تنفسش اینا وقتی که قطع میشوند اینا یعنی و خون حیوان ریخته میشود، یعنی این که حلال هست و این که زبانش رو باید نگه دارند به گونه‌ای نگه دارند که حتما باید بیرون باشه وقتی که سرش رو میبرند. این از نظر شرعی وجاهتی نداره و اشکال نداره. بالفرض این که زبان مرغ وقتی که ذبحش میکنند پایین رفته باشه پس هم اشکال نداره و ذبح یک ذبح درست. وقتی که گردنش رو بریدند و رگ‌هاش بریده شده و خون جاری شده یعنی این که این ذبح اسلامی و شرعی هست. جزاکم الله خیر. مرغ‌های وارداتی که بر روی آن مارک حلال نوشته شده است خوردن آن چه حکمی دارد؟ اگر از کشورهایی هست که واقعا حلال و حرام سرشون می شود یا این شرکت‌های اسلامی هستند که نمایندگی دارند و خودشون نظارت می کنند و این مارک حلال رو بر آن نوشته شده، از نظر شرعی اشکال نداره. شما می توانید اطمینان بکنید بر شرکت‌های وارد کننده‌ای که اسلامی هستند. وقتی که به شما تضمین دادند که حلال هست و ذبح اسلامی شده برای شما جایز هست که از آن استفاده بکنید. اما به صورت عمومی اگر که واقعا شک دارید و تردید دارید که چه بسا که ذبیحه کافر هست یا به نحوه شرعی ذبح نشده، اگر از آن استفاده نکنید این اولاتر و بهتر هست. اولاتر و بهترین است که استفاده نکنید. اما اگر به عنوان یک حکم شرعی به شما گفته بودند یک شرکت وارد کننده ای که از کشور اسلامی یا غیر اسلامی این شرکت می رود و به اصطلاح گوشت وارد می کند، به شما گفته بودند یا روش برچسب زده بودند که حلال هست، شما می توانید که به حرف اونها اعتماد بکنید. وقتی که به حرف اونها و یک شرکت اعتماد کردید از نظر شرعی گناهی برگردن شما نیست. اما باز هم اگر دلتون قناعت نمی کند و راضی نیست از این گونه گوشت ها استفاده نکنید، اولاتر و بهتر هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد توسل به قبر پیامبر بود که گفتن روایتی هم در مصنف ابن ابی شیبه آمده است. در مورد توسل به قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم بارها ما اینو عرض کردیم که توسل اصلی که این نتیجه دارد و الله متعال به ما دستور داده که چون این توسلی رو داشته باشیم، توسل به نامه ها و صفات الله متعال هست. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. این یک دستور اکید هست از جانب الله متعال که به ما دستور داده که به اسماء و نامه های الله متعال و صفات الهی توسل بکنیم. این دستور هست، یعنی دلالت بر این میکند که این نوع توسل اولاتر و بهتر هست و تمام توسل های رسول الله صلی الله علیه وسلم به نامه ها و صفات الله متعال بوده. مانند اللهم ربنا، تمام اینها در واقع یک نوع توسل به نامه ها و صفات الله متعال هستند. یا توسل به ایمان که شما ایمان دارید، الله را قبول دارید، فرشتگان را قبول دارید، انبیا را، کتاب‌های آسمانی را، روز قیامت را قبول دارید،
هیچ گونه اشکالی نداره. توسل به ایمان جایز هست و توسل به اعمال صالح بالاتفاق جایز هست. اینا مواردی هستن که مورد اتفاق تمام امت اسلامی هستن. اما توسل به قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم موردی هست که ثابت نشده از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. هیچ گونه روایت صحیح در این زمینه وجود ندارد که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم توسل جسته باشند به قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم یا به دعای رسول الله بعد از وفات ایشون، چون این چیزی وجود ندارد، بلکه برعکسش وجود دارد. و در بارهایی که قحطی میافتاد در مدینه منوره، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه توسل میکردند به حضرت عباس عموی رسول الله صلی الله علیه وسلم و این جمله را دارند که کنا نتوسل به نبیک یا الله، ما قبلا به رسول الله توسل میکردیم و توسل به رسول الله هم ثابت هست، یعنی در زمان حیاتشون این توسل به دعایشون در روایت اهل سنت اومده که یک فرد از بیابان اومد و گفت که یا رسول الله حیوانات ما هلاک شدن، برای ما دعا بکن. این توسل کرد به دعای رسول الله. حضرت عمر همین رو میگوید که ما در زمان رسول الله توسل میکردیم به رسول الله، یعنی به دعای ایشون. الان که رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود ندارن، انا نتوسل به عم نبینا، به عموی پیامبرمون توسل میکنیم. و در همون روایت اومده که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به حضرت عباس گفتند که بلند بشو برای ما طلب باران بکن. اگر توسل به رسول الله صلی الله علیه وسلم جایز بود، خب وقتی که ایشون در مدینه بودند کنار قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم، به هیچ عنوان افضل را ترک نمی کردند و سراغ مفضول نمی رفتند. توسل به رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاتر و بهتر بود. این که صحابه در بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم توسل نکردند به قبر رسول الله، دلیل بر این است که جوازی ندارند. و روایتی هم که ایشون اشاره کردند که در مصنف ابن ابی شیبه اومده، این روایت ضعیفی هست. انسان هیچ وقت با تناب و ریسمانی که پاره هست و احتمال قطع شدنش هست وارد چاه نمی شود. در بعد عبادت و انجام احکام شرعی انسان باید دقیق باشد، اون حکمی رو که دقیق و 100% مطمئن هست بر آن عمل بکند. این روایت یک روایت ضعیفی هست و راوی که روایت کرده مالک الدار یک راوی مجهولی هست و مشخص نیست. پس بنابراین در باب حتی در باب مسائل فقهی و شرعی ما نمیتوانیم که به روایات ضعیف استناد بکنیم، چه برسد که این مسئله یک مسئله فقهی و یک مسئله اعتقادی باشه. پس بنابراین این روایت یک روایت ضعیفی هست و در این زمینه که صحابه به قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم توسل کرده باشند، هیچ گونه روایت صحیحی وجود ندارد، بلکه برعکسش توسل های صحابه بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم به عموی رسول الله بوده و طلب به معنی طلب دعا کردن یا توسل به دعای حضرت عباس رضی الله تعالی عنه که از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ثابت است. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که در هنگام نماز اگر امام به سجده برود و ایشون به سجده نرسند، آیا این سجده برای ایشون واجب است یا نه؟ در هنگام نماز جماعت، یعنی زمانی که انسان به نماز جماعت می رود، فرض کنیم شما رفتید مسجد، الان امام شروع کرده برای نماز جماعت شروع شده، الان شما رسیدید. حکم شرعی این هست که هر جایی که شما با امام رسیدید نماز خودتون رو شروع بکنید. هر جایی که با امام رسیدید با امام شریک بشید. اگر امام در رکوع بود شما هم رکوع بکنید، اگر در سجده بود شما هم سجده بکنید، اگر در قعده و اتحیات بود شما بنشینید در قعده و اتحیات. یعنی در هر جایی که شما رفتید وارد مسجد شدید، امام یک در حالت نماز بود، تکبیر بگویید به نیت تکبیر تحریمه، بگید الله اکبر که وارد نماز شدید. و در هر حالتی که امام نشسته بود یا در حالت سجده بود یا رکوع بود، شما هم وارد نماز بشوید. بعضی از مردم عادت دارند که وقتی که امام رو در رکوع دیدند یا در سجده دیدند یا در اتحیات اول دیدند، می ایستند صبر میکنند تا زمانی که امام دوباره بلند بشوند. این اشتباه است. هر جایی که امام رو دریافتید و به امام رسیدید با امام همراه بشوید. حداقلش این است که شما ثواب نمازتون کاملتر هست، یک سجده بیشتر، یک قعده بیشتر، یا حتی بین سجدتین یا دو سجده، حتی همون مقطع زمانی رو شما بیشتر با امام شریک هستید، این ثواب نماز به شما خواهد رسید. اما اگر شما به رکوع نرسیدید، یعنی این که به رکعت نرسیدید،
اگر به رکوع نرسیدید یعنی به رکعت نرسیدید. اگر شما به مسجد رفتید امام در رکوع بود، شما قبل از این که تکبیر تحریمی رو بگویید و بروید به رکوع، امام از رکوع الان بلند شد، شما بعد از رکوع با امام شریک شدید، این رکعت از شما فوت شده، این رکعت رو حساب نکنید. اما رفتید امام در رکوع بود، شما تکبیر تحریمی رو گفتید، رفتی به رکوع، به محض اینکه به رکوع رفتید امام دوباره بلند شد، یعنی به اندازه یک تسبیح حداقل، یا حداقل این که شما هماهنگ یعنی همزمان با امام در حالت رکوع قرار گرفتید، یعنی این که این رکوع شما درسته و وقتی که به رکوع رسیدید یعنی به رکعت رسیدید. اگر بعد از رکوع رسیدید با امام شریک بشوید، اما این رکعت رو حساب نکنید. پس بنابراین اگر کسی به رکوع رسید یعنی به اون رکعت رسیده. اگر بعد از رکوع با امام شریک شد، با سجده شریک شد یا با قعده شریک شد، اشکالی نداره. حکم شرعی این است که شریک بشود و ثوابش برایش محاسبه خواهد شد، اما به عنوان یک رکعت شمرده نمی شود. سوال بیننده من این بود که اگر به سجده نرسیدم این سجده بر من فرض است یا نه؟ وقتی که به شما به سجده رسیدید یا نرسیدید این رکعت برای شما حساب نمی شود. یک رکعت دیگر باید به جای این رکعت بخوانید. اگر به رکوع رسیدید یعنی این رکعت برای شما حساب میشه، لازم نیست دوباره این رکعت رو بخونید. اما اگر بعد از رکوع رسیدید، چه در حالت سجده چه در حالت اتحیات، یعنی این که رکعت های قبلی از شما فوت شده و باید دوباره بعد از سلام امام نماز رو کامل بکنید. درست. جزاکم الله خیر. استفاده از انگشتر برای زن و مرد چه حکمی دارد؟ استفاده از انگشتر جایز هست، هم برای مرد و هم برای زن، اشکال شرعی ندارد و منتها برای مرد یک سری محدودیت های وجود دارد که از طلا نباشد. رسول الله صلی الله علیه وسلم طلا و نقره رو بر مرد حرام کردند و نباید، خصوصا طلا رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم طلا و ابریشم رو اینا رو در دست گرفتند و فرمودند که الله متعال این دوتا رو بر امت من حرام کرده در دنیا، یعنی بر مردان امت من در دنیا حرام هستند. استفاده از انگشتر نقره‌ای جایز هست، فقط انگشتر طلا، استفاده از انگشتر طلا جایز نیست. انگشتر دیگری باشد، یعنی فلز دیگری باشد، به طور مثال از پلاتین یا به قول معروف طلای سفید باشد، باز هم اشکال شرعی ندارد. طلای زرد استفاده کردنش برای مرد چه به عنوان انگشتر یا به عنوان حلقه یا گردنبند از نظر شرعی درست نیست. اما اگر فلزات دیگر باشد، طلای سفید یا بقیه فلزات، از نظر شرعی اشکالی ندارد، زیرا که در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم انگشتری رو انتخاب کردند، یعنی انگشتر به دست کردند و تعدادی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم به تبعیت از ایشون برای خودشون انگشتر انتخاب کردند و خریدن. این از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز است. برای زن هم که هیچ گونه محدودیتی وجود نداره، ولی اینکه از طلا باشه کاملا جایز هست و اشکال شرعی نداره. استعمال عطر برای زن بله جایز هست، هیچ گونه اشکالی نداره، هم مرد و هم برای زن جایز هست. استعمال مرد یکی از استعمال عطر و یکی از مواردی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اونو خیلی دوست داشتند و به هیچ عنوان اون رد نمی‌کردند، اگه کسی بهشون هدیه می‌کرد همین عطر بود. استفاده از عطر سنت هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی به این مورد اهمیت میدادند. منتها زنها باید در محیطی که خود زنها هستند از عطر استفاده بکنن، عطری که زننده باشه، کشش داشته باشه و در برخی از روایات اومده که زن نباید چنین در واقع عطری رو بیرون از منزل وقتی که استفاده بکند به عنوان یک نوع زنا شمرده می شود. یعنی عطری که بیرون از منزل مردان بیگانه رو جذب می کند و جلب توجه می کند و نگاه می کند به این زن، این از نظر شرعی اشکال داره و درست نیست. اما در محیط خانواده یا در محیطی که محارم هستند یا در محیطی که فقط زنها هستند هیچ گونه اشکال و ممانعت شرعی وجود ندارد. جزاکم الله خیر. در اینجا از اتاق فرمانم خواهش میکنم که شما تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن تا چند تا از سوالای بینندگان دوباره بگیریم. بعد بینندگانم خواهش میکنم که لطف کنن سوالاشون رو مختصر و آماده داشته باشن بعد تماس بگیرن. جناب مولانا بیننده پرسیدن که آیا میشه به جای نماز سنت نمازهای قضایی خوند؟ به صورت کلی فتوای بسیار از علمای معاصرین این است که کسی که قبلا نماز را عمدن قضا کرده، یعنی اصلا پایبند دین نبوده، اهل نماز و روزه نبوده،
لازم نیست که قضا بیاورد. یعنی نمازهای گذشته عمرش رو اگر عمدن ترک کرده و تارک صلات بوده لازم نیست که قضا بیاورد. همین که شما پایبند نماز باشید، از امروز به بعد مراعات بکنید، این برای شما کفایت میکند. یعنی قضا آوردن نمازهای تمام عمر بر شما لازم نیست. همون سنتی رو که میخوانید به نیت سنت بخوانید، انشاءالله نمازهای سنت کامل کننده نمازهای فرض خواهد بود و چیزی به عنوان قضا آوردن نمازهای عمر که در طول عمر اونها رو قضا شده و عمدن اونها رو ترک کردید لازم نیست. فقط همین که توبه بکنید از این عمل زشت و از این به بعد پایبند نماز باشید، انشاءالله همین کفایت میکند. جزاکم الله خیر. تماس‌های بینندگان عزیز وصلن و اولین بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی شما رو خط هستین، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. میخواستم که یک سوال دادم که حق کردن در خانه سگ کو. یکی بلندتر صحبت کنید. حق ممکنه جایزه که نفر در خانه کردن. فرض خواندن در خانه؟ او تلخ. تلخ؟ سگ کو. نه یکی بلندتر به این اول صداتون داره قطع میشه متاسفانه. سگ جایزه کردن در خانه یا نه؟ سگ. خب این چی هست؟ سگ. خمر. سگ. صبر. یعنی نگهداری سگ در خانه منظورتون هست؟ متاسفانه متوجه سوالتون نشدیم بیننده گرامی. بیان بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر. علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشین، در خدمت شما هستم. یک سوال داشتم درباره از این که در یک مسجد به اینجا ما نماز میخوانیم. بله. صبحانه مولوی همین مسجد که است برای مردم میگن که بعد از هر نماز صبح اگر سوره یاسین بخوانین بسیار ثواب داره هر روز. یعنی درست. در این باره میخواستم پرسان کنم که آیا این درست است یا نه. درست. سوال واضح است. سوال دیگه هم دارین؟ فعلا نه. تشکر. سلامت باشین. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. یک سوال پرسیم. بفرمایید. همین یعنی ای بوجیلک پایان شلوار چی حکمی دارد؟ بعضی ها میگن که ای کبر نشه چیزی نداره، اشکالی نداره. بعضی ها میگن که ای بوجیلک پایان شلوار در آتش جهنم پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند. درست. او بیننده دیگری سوال کردن تاجیک بردار تاجیک و مقصدشون سگ کلب یعنی در خونه درست که یعنی استفاده بودن سگ یعنی سگ درست. سگ. بله بله. ما هم سوالشو نوشتیم البته ولی خب مطمئن نبودیم. این نگهداری سگ در منزل. بله بله. درست. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. سه تا سوال داشتم. یکی در نماز وتر بعد از خوندن مثلا حمد آیا برای گرفتن قنوت باید دست به سینه وایساد یا میشه دست رو بالا آورد؟ در نماز ظهر؟ در نماز وتر. وتر بله. بله میگم قنوت رو دست به سینه بخونم یا دستمو بالا بیارم. یه سوال دیگه هم داشتم. نماز سنت ظهر قبل از ظهر 4 رکعت نماز سنت ها 2 تا 2 رکعت بخونم یا نه 4 رکعت جمع بخونم یا مثلا 2 تا 2 رکعت باشه یا 4 رکعت پشت هم باشه؟ بله سنت ظهر. یه سوال دیگه هم داشتم. بفرمایید. یکی هم در نماز ظهر یا عصر رکعت سوم یا چهارم
فقط حمد تنها رو بخونم یا حمد با یه فریز یه بخونم؟ اینم اگه میشه جواب بدیم. درست. تشکر میگم شما. تماس بعدی بیانده میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. استاد بزرگوار میبخشید، سوال اولم اینه که من در ترکیه هستم و در نماز جمعه که میرم، مثلا در هر نمازی که میرم اصلا نماز سنت نمیخونن. مثلا نماز پیشین 4 رکعت اول سنت است، اینا اصلا نمیخونن، بعد که رسیدن نماز فرض میخونن. این چی رقم؟ و سوال دوم اینه که متاسفانه من یعنی در ایران 9 سال زندگی کردم و در 9 سال 4 تا زن صیغه کردم. خودم هم سنی هستم. این چی میشه؟ 4 زن گرفتین؟ 4 تا زن صیغه کردم. صیغه؟ خودم هم سنی هستم. سوال بعدیتون؟ همین بود. تشکر، سلامت باشین. سلامت باشین، تشکر از شما. تماس بعدی بیانده میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. سلام بخشید. سوال ما اینه که در این ماه رجب گرفتن میگن ماه خدا است، روزه گرفته درست است؟ سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگرم در همین روز رمضان میگن که در یک روز قضایی 3 روز گرفتن، 3 روز میگیرن. این چه خیلی میشه؟ درست، یعنی به جای 1 روز رمضان که روزه نرفتین 3 روز باید قضا بگیرین، اینجوری؟ انشالله که اینجوری. آخرین تماس بیننده رو بس کنید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. برادر محترم ببخشید، من تلفن کرده بودم در مورد اینکه امام در رکعت 4 دست بلند میکنن و دعا میکنن. بله. در نماز عشا، ولی جواب نگرفتن. انشالله بعض میانبانا جواب میگیرن، هنوز سوالا مونده نه، طبق ترتیب انشالله جواب میدیم. تشکر برادر خان. سلام. تشکر از شما. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشید. فقد أضعت وتعلم إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون إذا انتبهت دعا رو بهش میگن قنوت نازله، یعنی قنوتی که به خاطر مصیبتی که بر مسلمانان وارد شده میخونن و این قنوت جایز هست که در هر به اصطلاح نمازی که باشه، تفاوتی نداره. در نماز صبح هم جایز هست و در نماز عشا و بقیه نمازها هم جایز هست و اشکال و ممنوعیتی در این زمینه وارد نیست، گرچه از رسول الله صلی الله علیه وسلم در نماز فجر ثابت هستند که تا 1 ماه ایشون قنوت نازله میخوندند بر اون کسانی که 70 نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم را و از قاریان قرآن را به شهادت رسوندند. جایز هست که اگر در مسجد ایشون یعنی یک کسی این قنوت را بخواند یا به خاطر همدردی با مسلمانان دعا بکنند، قنوت نازله بخونند، هیچ گونه اشکال شرعی وجود نداره و تا هر وقتی که مصیبتی بر مسلمانان باشه دعا بکنند، این هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، ولی اینکه ادامه بدهند، زیرا که رسول الله صلی الله علیه وسلم تا 1 ماه این رو در واقع ادامه دادند. تا هر زمانی که مناسب میدونند دعا بکنند از نظر شرعی جایز هست و اشکالی ندارد. جزاکم الله خیر.
اما اینو عرض کردم قبلا که به صورت مداوم ثابت نیست که جزئی از یک بخشی از نماز قرار بگیره، عنوان قنوت ثابتی که در طول سال اون رو بخونن، چون این چیزی ثابت نیست، فقط در هنگام مصیبت خواندنش ثابت هست. جزاکم الله خیر. نماز جمعه گفتن چند رکعت سنت قبلی دارد و چند رکعت سنت بعدی؟ در مورد نماز جمعه، قبل از نماز جمعه عددی مشخص نیست، یعنی سنت های قبلیه نماز جمعه عدد مشخص نیست، شما هر مقدار که بخوانید خوب هست و رسول الله صلی الله علیه وسلم تشویق کردن که ما در روز جمعه زودتر به مسجد برویم و هر وقتی که شما وارد مسجد شدید قبل از نماز جمعه نماز بخوانید تا وقتی که ما میرود برای منبر. اگر کسی یک 2 رکعت خون، 4 رکعت خون، 10 رکعت خون، 20 رکعت خون، هیچ گونه اشکالی و ممانعتی وجود نداره، این بستگی به توان و نشاط خود فرد داره. اما چیزی به عنوان سنت قبلیه نماز جمعه از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست و ایشون روز جمعه وقتی که وارد مسجد می شدن مستقیما می رفتن بر بالای منبر و حضرت بلال اذان می گفت و ایشون شروع می کردن به ایراد خطبه. این قبل از جمعه هست. بعد از جمعه روایت اومده هم 2 رکعت ثابت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم و هم 4 رکعت ثابت است از دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که روایت در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست، ایشون نقل میکند که کان لا یصلی بعد الجمعه حتی ینصرف فیصلی رکعتین. رسول الله صلی الله علیه وسلم در روز جمعه نماز نمیخوندند بعد از جمعه مگر تا زمانی که برمیگشتند، یعنی صرف این از مسجد خارج میشدند، وقتی که به منزل میرفتند 2 رکعت در منزل میخوندند. این روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم است. روایت عبدالله ابن عمر که رسول الله صلی الله علیه وسلم در روز جمعه بعد از نماز جمعه نماز نمیخوندند دیگه، سنت نمیخوندند تا وقتی که به منزل برمیگشتند و 2 رکعت میخوندند. غیر از این روایت دیگر هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که در صحیح مسلم هست، دستور رسول الله صلی الله علیه وسلم است که اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها 4. وقتی که نماز جمعه را خواندید بعد از آن 4 رکعت بخوانید، بعد از آن 4 رکعت به عنوان نماز سنت بخوانید. الان این 2 تا روایت در اینجا آمده. اگر کسی دوست دارد هر 2 تا بر هر 2 تا حدیث عمل بکند هیچ گونه اشکالی نداره، جایز هست، یعنی هم 2 رکعت بخواند و هم 4 رکعت رو که مجموعاً میشوند 6 رکعت. این یک قول هست. برخی از علما گفتند یعنی این که اختیاری هست، این از قول و فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی رو عمل بکنند. اگر خواست که 2 رکعت بخواند هم جایز هست، اگر خواست 4 رکعت بخواند هم جایز هست، اگر خواست 6 رکعت بخواند هم جایز هست. و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه که جمع کرده در میان این 2 تا روایت و فرمودند که اگر شما در مسجد سنت خوندید 4 رکعت بخوانید، به خاطر روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه و قول رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر در مسجد سنت نخواندید رفتید خانه، در اونجا 2 رکعت بخوانید به استناد از حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه. و جمهور فقهای احناف و شوافع عملشون بر 4 رکعت هست، یعنی 4 رکعت بعد از نماز رو سنت قرار میدهند و یعنی گویا که حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه رو اولویت دادن و هر 2 صورت هم جایز هست با تفصیلی که بیان کردم. درست. جزاکم الله خیر. بیانه پرسیدن که اگر دختری به سن 9 یا 12 سالگی رسیده باشد ولی به سن بلوغ نرسیده ولی علامت‌های بلوغ در او وجود دارد ولی عادت نشده است، آیا این برای این شخص فرایض واجب است یا نه؟ همچنین این شخص میتواند نماز عشا و مغرب را با هم بخواند؟ علامت بلوغ در دخترها همون شروع شدن عادت ماهیانه هست. این بارزترین و معروفترین به اصطلاح علامت بلوغ هست. قبل از این که به این علامت را ببینن نمازی بر بچه فرض نیست. منتها رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما دستور دادند که بچه ها را از 7 سالگی عادت بدیم به نماز و در 10 سالگی با اونها برخورد بکنیم اگر که نماز نخوندن. تأکید کردن در این زمینه، منتها به عنوان این که نماز بر اونها فرض بشود و اگر که ترک کردن یعنی یک فریضه الهی واجب شرعی رو ترک کردن، این بعد از بلوغ هست. بعد از بلوغ پسر وقتی که انزال بشوند
به قول معروف احتلام یا شیطانی بشود و دختر وقتی که عادت ماهیانه شروع بشود، اینها بارزترین علامت بلوغ هستند و اگر که این علامت ها به تأخیر افتاد، سنی که در میان فقها معتبر هست همون 15 سالگی هست، هم برای دختر و هم برای پسر. اگر این علامات دیده نشد قبل از این سن، پس از سن 15 سالگی به بعد نماز بر اونها واجب می شود. اما قبل از این هم که واجب بشود باید ما دستور بدهیم و امر بکنیم که نماز بخونند. و در مورد جمع بین صلاتین نه، جایز نیست که جمع بکنند به صورت عمومی که یک عادت همیشگی باشه که نماز مغرب و عشا رو جمع بکنند به خاطر این که فردا مثلا درس دارن، این جایز نیست. و میتونند که نماز رو زود بخونند، لازم نیست که نماز رو تأخیر بکنند و فاصله در میان نماز مغرب و عشا چندان وجود نداره. معمولا 1 ساعت یا 1.5 ساعت وقتی که اذان گفته میشد بیشتر از این وجود نداره. یعنی این گونه نیست که بعد از نماز مغرب نماز بخونند و مغرب عشا رو جمع بکنند فوراً برند بخوابند. و فکر نمی‌کنم جای این گونه باشه. حتما بیدار هستند تا زمانی که در واقع وقت نماز عشا فرا میرسه. میشه وقت نماز مغرب رو اول وقت بخونند و نماز عشا رو هم قبل از خواب وقتی که رفتند، ولی اینکه زود خوابیدند یا در اول وقت عشا خوابیدند، همون اول وقت عشا نماز عشا را بخونند. اما اینکه جمع بکنند از نظر شرعی جمع برای همیشه و بدون عذر جایز نیست. درست، سپاسگزارم. بیننده بعدی پرسیدن که خواندن نماز سنت برای مسافر آیا جایز است یا نه؟ نماز سنت به اختیار خود فرد هست، خصوصا در سفر وقتی که باشن و اگر شما فرصت دارید و راحت هستید می توانید بخونید، هیچ گونه اشکالی و ممنوعیتی وجود نداره. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم منع نکردند و نفرمودند که کسی حق ندارد که در سفر نماز سنت بخواند. در سفر یک نوع رخصتی آمده، سهولتی هست که نماز فرض رو الله متعال 2 رکعت قرار داده که اصل نماز همون 2 رکعت بوده و بعد 2 رکعت دیگر در حضر و در حالت اقامت اضافه شده. این یک نوع رخصتی هست. اما در مورد نماز سنت بستگی داره به نظر خودتون. اگر کسی خواست بخواند هیچ گونه اشکال و مانعی وجود ندارد. اگر کسی هم نخواند هیچ گونه گناهی را مرتکب نشده و اشکال شرعی ندارد. حتی در روایت اومده کسی که در حالت حضر همیشه پایبند نماز سنت بوده، وقتی که در سفر برود و نخواند ثوابش میرسد، زیرا که در وقتی که مقیم بوده در خانه بوده همیشه میخوانده. کسی که به خاطر سفر یا به خاطر بیماری نماز سنت رو ترک کند یا عبادتی رو که همیشه انجام میداده نمیتواند در سفر یا در حالت بیماری اون عبادت رو انجام بدهد، وقتی که در سفر میرود یا بیمار میشود ثوابش به صورت کامل به اون میرسد. در سفر اگر خواندید خوب هست، اگر نخواندید هم خوب هست، گناهی برگردن شما نیست. جزاکم الله خیر. بیان بعدی گفتن در منطقه شون کسی که فوت میکنه تا 1 هفته در یخچال نگهداری میشه، در سردخانه نگهداری میشه برای تحقیقات. گفتن عزاداری برای این و شخص چه زمان شروع می شود؟ از روز فوت یا از روز دفن؟ اصل ما چیزی رو به عنوان عزاداری نداریم که روزش رو تعیین بکنیم که 3 روز باشه، 1 هفته باشه، 40 روز و 4 ماه باشه. چون این چیزی از نظر شرعی وجود نداره، مگر برای زنانی که عده میگذرانند که در اونها مطرح هست. و برای زنانی که عده میگذرانند، عده عزاداریشون یا عده شرعیشون بعد از وفات شروع می شود، بعد از دفن نیست، بعد از وفات عدهشون در واقع شروع می شود. و انسان باید سعی بکند که به هیچ عنوان مرده رو تأخیر نکنند. تأخیر مرده خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست و رسول گرامی اسلام تشویق کردند که مرده رو هر چه زودتر دفن بکنیم. اگر انسان نیکوکاری بوده شما اون رو به نیکیش رساندید. اگر تعبیر حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هست که اگر انسان نیکوکاری بوده پس بنابراین شما اونو به نیکیش رسوندین، و اگر آدم شری بوده پس این شر رو شما از گردن شما خلاص می شود. یعنی شما از این شر در واقع رهایی پیدا می کنید. در هر صورت چه انسان نیکوکاری بوده باشه یا انسان بدکاری باشد، سنت و دستور رسول الله صلی الله علیه وسلم این است که بلا فاصله و در اولین فرصت باید دفن بشود و تأخیر تجهیز و تدفین میت جایز نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که اگر نرسیدن برای خواندن سنت قبلیه آیا میتونن سنت را بعد از فرض بخونن؟
در وقت ظهر یا بله اشکالی نداره، جایز هست. سنتی رو که قبل از نماز سنت های قبلی رو اگر نخواندید و نرسیدید و وقتی که رسیدید و نماز فرض شروع شده بود، اشکال نداره بعد از نماز فرض شما می توانید که سنت قبلی رو بخونید و هیچ گونه تفاوتی نداره که بعد از نماز فرض اول سنت قبلی رو بخونید یا سنت بعدی رو. هر دو صورتش جایز هست. همین این که شما اول سنت قبلی رو بخونید بعد سنت بعدی رو، یا اول سنت بعدی رو بخونید و بعد سنت قبلی رو که اصلا فوت شده، هر دو صورتش جایز هستند و هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی وجود ندارد. جزاکم خیر. نذر کردن چه حکمی داره؟ اساسا نذر کردن یک امر مکروهی هست، یعنی ما دستور داده نشدیم از نظر شرعی که نذر بکنیم برای یک نوع عبادتی، یعنی چیزی رو که الله متعال بر ما واجب نکرده ما نباید بر خودمون واجب بکنیم. منتها اگر کسی نذر کرد باید وفا بکند. اساسا نذر کردن درست نیست، مکروه است، اما اگر کسی نذری رو انجام داد باید بر نذر خودش وفادار بماند. جزاکم الله خیر. بیرون بعدی گفتن که خیلی وقتی که احوال پرسی میکنی میگی مثلا حالت چطور است، خوبی، چه خبر، میگن خدا بد ندهد یا خدا از این بدتر نکند. آیا این جواب درسته یا نه؟ از نظر شرعی یعنی نسبت دادن شر به الله متعال درست نیست، یعنی یک نوع در واقع اساءه ادب هست به الله متعال که ما شر را نسبت بدهیم به طرف الله متعال. و در روایتی که در صحیح مسلم هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم در دعایشون میفرمودند و شر لیس الیک، و شر منسوب به شما نیست، یعنی به تعبیر دیگر ما شر محضی رو نداریم. شر محضی رو که این شر محض رو ما نسبت بدهیم به الله متعال چون این چیزی وجود نداره، بلکه حتما یک خیری رو در بر دارد که ما اون خیر رو شاید که از دید ما مخفی باشد. به طور مثال بیماری اگر بر انسان میآید یا مصیبتی بر انسان میاد، جنبه دیگرش خیر هست برای انسان، یعنی با توجه به اجر و پاداش خیلی زیادی که انسان در این زمینه به آن میرسد، به خاطر ثواب صبر و شکیبایی که هست، به خاطر دعا و تضرعی که در این حالت انسان انجام میده، به خاطر رقت قلبی که به وجود میاد، التجا و مناجاتی که با الله متعال میکنه، تمام اینها در واقع یک سری خیری هستند که و چه بسا خیرهای دیگری هم هست که از دید ما پنهان است. پس بنابراین شر محض ما نداریم. هر کاری رو که ولو این که برای ما شر باشد اما از جنبه دیگر برای ما در واقع یک نوع خیری هست که در آن نهفته که ما از آن غافل هستیم. پس بنابراین نسبت دادن شر به الله متعال یک نوع سوء در واقع ادب با الله متعال هست و باید این شر رو مستقیما به الله متعال نسبت ندیم. گرچه به صورت تقدیر ما معتقد هستیم که هر چیزی که در دنیا اتفاق بیفتد از جانب الله متعال است، هم خیر و هم شر، اما این شر محض نیست. الله متعال شر محض نیافریده، بدین خاطر هم شر را به صورت مطلق نباید به الله متعال ما نسبت بدیم، گرچه به نسبت ما از یک جنبه شر هست اما از جنبه دیگر برای ما خیر خواهد بود. بنابراین اصل این جمله‌ای که گفته می شود که خدا بد ندهد، خدا شر ندهد، این در واقع یک جمله نامناسب هست که گفته می شود، بلکه در این موارد خصوصا برای بیشتر در مورد بیماری استفاده می شود. وقتی کسی می رود برای عیادت یک بیماری مثلا میگن که الله یا خدا به شما شر ندهد یا خدا بد ندهد، تعبیر برعکسش درست است. در روایت اومده که وقتی ما به عیادت بیمار برویم بگیم که لا بأس طهور ان شاء الله، خیر هست ان شاء الله، به جای اینکه بگیم که خدا بد ندهد بگیم که خیر هست ان شاء الله، لا بأس طهور ان شاء الله. این تعبیر دقیق تر و تعبیر به اصطلاح مسنون و شرعی هست. اما اینکه خدا بد ندهد به صورت کلی اینو نفی بکنیم، این از نظر شرعی نسبت بدیم به طرف الله متعال، این یک نوع سوء ادب و یک جمله نازیبا هست. درست. جزاکم الله خیر. بیننده برای گفتن در حدیثی آمده است که پیامبر براءت جستن از کسانی که در کشورهای غیر اسلامی زندگی میکنن. آیا این حالت شامل کسانی که به اروپا هجرت کردن هم میشود یا نه؟ در این زمینه روایتی که هست در سنن ترمذی یا کتاب‌های دیگر اومده با این تعبیر که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظهر المشرکین، من از هر مسلمانی که در میان مشرکان اقامت بورزد من در واقع بیزار هستم.
اولا در مورد خود این روایت به اصطلاح اختلاف نظر وجود دارد که آیا این گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم هست یا اینکه آیا مسند هست، یعنی سند داره به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسد، یا اینکه مرسل هست این مرسل هست. و قول محققین این است که این روایت یک روایت مرسلی هست، یعنی نسبت دادنش به رسول الله درست نیست در واقع، بلکه انقطاع داره در سندش و نسبتش مستقیما به رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. و در مرحله دوم بالفرض این که ثابت باشد، علما در این باره توجیهاتی رو دارند که این در مورد حالت جنگ هست که انسان در حالتی که در میان مسلمانان و کفار جنگی در گرفته در یک منطقه‌ای که نزدیک کفار باشه که قابل تشخیص نباشد برای مسلمانان و احتمال داشته باشد که همراه با مشرکان مورد حمله قرار بگیرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من از چنین مسلمانی بیزار هستم، یعنی من از اعلام براءت میکنم از خون و از حق چنین مسلمانی که خودش رو در معرض حمله مسلمانان در واقع قرار داده باید جدا میشد تا اینکه برای مسلمانان سوء تفاهمی یا سوء تشخیصی به وجود نیاد. و این حدیث دلیل بر این نیست که سکونت کردن در کشوری غیر اسلامی حرام هست. اگر کسی در کشور غیر اسلامی میتواند که شاعر اسلامی رو به جا بیاورد و خودش و فرزندانش در فتنه نیستند و مجبور نیستند که از اسلام دست بردارند، بلکه برعکسش تعداد از اونها میتوانند مبلغین خوبی برای اسلام باشند، هیچ گونه اشکال با ممانعتی وجود ندارد، بلکه اولاتر و بهترین است که کسانی که اهل دعوت هستند، اهل تأثیر هستند، میتونن تأثیر بگذارند، میتوانند که برای دعوت بروند و سکونت بکنند تا اینکه این پیام اسلام رو به غیر مسلمانان هم برسانند. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن وضع مالی هم خوب است، آیا زکات بر من واجب است؟ زکات بر پول نقد یا بر اقلامی که در به عنوان اقلام زکاتی هستند واجب می شود، منتها این شرایطی را دارند. اگر کسی پول نقد دارد یا طلا دارد، معیارش 85 گرم طلای 24 عیار هست، یعنی سقف به اصطلاح زکات 85 گرم طلای 24 عیار هست. اگر کسی سرمایه‌اش، وقتی ما میگیم سرمایه‌اش نه اینکه خونه‌اش و ماشین همه حساب بکنن، پول نقدی رو که دارد مثلا به اندازه 85 گرم طلای 24 عیار هست، یا اینکه طلایی رو به این مقدار در واقع در منزل دارد و در ملکیتش هست، به قیمت 85 گرم طلا 24 عیار برسند، یا خود طلا باشه یا پول نقدی باشه معادل 85 گرم باشه. این یک شرطش. و شرط دوم این است که 1 سال کامل بر آن بگذرد، یعنی تا 1 سال زکاتی بر مال نیست. اگر در ظرف این 1 سال این مال رو خرج کرد کمتر از 85 گرم طلا باقی ماند، باز هم هیچ گونه زکاتی بر آن نیست. اگر امروز به قیمت 85 گرم طلا انسان طلا داشته باشد یا اینکه پول نقد داشته باشد و تا سال دیگر در همین روز، یعنی در ماه سال قمری، اگر این پول به همین اندازه در اختیارش بود، این در واقع زکات دارد و زکاتش 2.5% هست، یعنی 41 یا 2.5% را باید به عنوان زکات پرداخت بکند. جزاکم الله خیر. و سوال بعدی خود بیننده گفتن که پول میدهن به اشخاصی و در مقابل زمین گرو میگیرن و بعد از اینکه پول دادن دوباره زمین رو تحویل میدن، آیا این درسته؟ گرو گرفتن زمین، این در واقع پولی رو که در مقابل به عنوان گرو میدهند و رهن هست، این پول مال خود مستاجر هست، یعنی صاحب اصلی پول مستاجر هست و اگر به اندازه نصاب زکات باشه، ولو این که در اختیار صاحب خانه هست، خود مستاجر باید زکاتش رو پرداخت بکند. جزاکم الله خیر. نگهداری سگ در منزل چه میگن؟ نگهداری سگ در منزل یکی از مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم من فرمودند. در روایتی که در سنن ابن ماجه هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الملائکه لا تدخل بیتا فیه کلب ولا صوره، که فرشتگان در خانه‌ای که در آن خانه سگ باشد یا عکس حیوان جانداری انسانی یا حیوان دیگری باشد وارد نمی‌شوند. این روایتی هست که در سنن ابن ماجه وجود دارد. منتها این حکم یک حکم کلی و قطعی و 100% برای تمام موارد نیست، بلکه استثناءاتی هم وجود دارد. روایتی در صحیح بخاری هست و
که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نقل کردن. در صحیح مسلم هم روایتی در این زمینه وجود دارد که سگی که برای نگهبانی باشد یا سگی که برای شکار هست یا سگی که برای زرع هست و برای کشاورزی هست، اینها در واقع استثناء هستند. و رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایت حضرت ابو هریره در صحیح بخاری فرمودند که من امسک کلبا، هر کسی که سگی را نگهداری بکند، فانه ینقص کل یوم من عمله قیراط، در هر روزی به اندازه یک قیراط از ثواب اون در واقع کاسته می شود. نه تنها اینکه ثواب ندارد جایز نیست، بلکه گناه هم دارد. سبب این می شود که انسان ثوابش هم کاسته بشود. الا کلب حرث او ماشیه، مگر این که سگ یک سگی باشه که برای حرث هست و برای به اصطلاح نگهبانی هست، چه برای مزرعه باشه، چه برای خود خونه باشه، یا برای فرض کنیم که صید باشد، یا برای سگی که باشه برای حفاظت گله باشه. این موارد استثناء هستند. اما بدون مورد اگر کسی در منزل سگی رو نگهداری بکنند که این برای این منظورها نباشد، از نظر شرعی درست نیست و باعث کم شدن ثواب می‌گردد. درست. جزاکم الله خیر. ببینید بعدی سوالشون در مورد خواندن سوره یاسین بود. گفتن آیا در مورد خواندن سوره یاسین که بعد از نماز صبح خوانده شود حدیثی چیز ذکر شده است یا نه؟ در مورد خواندن سوره یاسین و ثواب خواندن این سوره یعنی حدیث صحیحی در این زمینه وجود ندارد و جز اذکار صباح و مسا هم نیست. یعنی روایتی نیومده، ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم یا صحابه این کار رو کرده باشند که بعد از نماز فجر سوره یاسین رو خوانده باشند یا توصیه کرده باشند که این کار رو انجام بدهید. و به صورت التزام و اینکه یک ثواب خاصی رو قائل شدند و این رو جز اذکار صباح و مسا قرار دادن، این ثابت نیست. درست. جزاکم الله خیر. بنابراین بعدی گفتن که اگر شلوار پایینتر از کعب یا قوزک باشد و بدون تکبر، این کار چه کنه؟ اسبال ازار و پایین انداختن لباس از قوزک پا یعنی استخوان برآمده پا که پایین تر باشد، این روایات متعددی در این زمینه آمده و به صورت کلی حرام هست. جمهور فقهای مذاهب اهل سنت و الجماعت ولو این که به خاطر ریا نباشد، باز هم نظرشون بر این است که این مورد حرام هست و در این زمینه روایات متعددی وجود دارد که روایت حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه از در صحیح مسلم هست که میفرماند که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ينظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم، که سه نفر هستند، سه گروه هستند که در روز قیامت الله متعال با آنها سخن نمیگوید و الله متعال به طرف آنها نگاه نمی کند و آنها را پاک نمیگرداند و عذاب سختی را هم دارند. و این سه مورد را رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که از ایشون سوال شد اینا چه کسانی هستند، خوابوا و خسروا یا رسول الله، اینا که بیچاره شدند، ایشون فرمودند که المسبل والمنان والمنفق سلعته بحلف کاذب، کسی که اسبال ازار بکند یعنی کسی که شلوارش یا لباسش از قوزک پا پایین تر باشد و کسی که منت بگذارد بر مردم به خاطر کار خیر و احسانی که به مردم کرده و کسی که با قسم دروغ در معامله جنس خودش را بر مشتری غالب بکند. این سه مورد کسانی هستند که در روز قیامت الله متعال با اینا سخن نمیگوید، با نگاه رحمت به آنها نگاه نمی کند، آنها را پاک نمیگرداند و عذاب سختی رو در روز قیامت اینها خواهند داشت. و در صحیح بخاری روایت دیگری هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، هر چیزی که از کعبین از قوزک پا پایین تر باشد این در واقع در آتش جهنم است. تفاوتی در این زمینه قائل نشدن بین کسانی که با ریا باشه، با تکبر باشه یا بدون تکبر باشه. در هر صورت نظر جمهور علما و مذاهب اهل سنت این است که چه به خاطر ریا و تکبر باشه چه بدون تکبر باشه، هر دو صورتش حلال هست، حرام هست. منتها در این زمینه روایت دیگری هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من جر ثوبه خیلا لم ينظر الله الیه، هر کسی که لباسش رو به خاطر تکبر بکشاند
من جر ثوبه خیلا، لباسش رو به خاطر تکبر بکشاند. این اولا که در مورد جر ازار هست، یعنی کشیدنش به اندازه دراز باشه و از قوزک پایین باشه که به زمین برسد. و دوما این یک با توجه به عمومیتی که در روایات اومده، جمهور فقهای اهل سنت و الجماعت اون عمومیت را اصل و معیار قرار دادند، گرچه برخی از علما از این استنباط کردن اگر به صورت تکبر نباشد و ریا و خودنمایی نباشد و احیانا باشد، این گفتند که جایز هست، منتها با توجه به روایاتی که در این زمینه مطلق اومده و چه بسا که انسان نادانسته در معرض تهدید و وعید رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار بگیرد، این در واقع باید از این مورد پرهیز بکنند. در روایت اومده که وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من جر ثوبه خیلا لم ينظر الله الیه یوم القیامه، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفتن یا رسول الله گاهی وقت ازار من پایین می رود، گاهی وقت ازار من پایین، نفرمودند که من ازارم پایین هست یا پایین می بندم به اصطلاح شلوار و ازار خودم را، گفت که گاهی وقتی این گونه می شود که حواسم نیست و شلوار به مقدار از این قسمت قوزک پایین تر می رود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند تو جز کسانی هستی که به خاطر خیلا نیست، یعنی اگر احیانا چون این شد شما متوجه نبودید یک قسمتی از روز مثلا لباستون پایین از قوزک پا بود، در این صورت اشکالی نداره، ناخواسته گناهی برگردن شما نیست، اما تا جایی که ممکن هست انسان باید پرهیز بکنه. جزاکم الله خیر. بیرانی برای گفتن که در هنگام وتر برای قنوت آیا باید دست به سینه همون حالت بیستیم یا اینکه دست را بلند بکنیم؟ با توجه به عمومیاتی که در این زمینه اومده که یکی از سنت های دعا رفع یدین هست و با توجه به این که حتی از صحابه هم ثابت است، از حضرت انس رضی الله تعالی عنه ثابت است که دست‌ها را بلند می‌کردند و همچنین به قیاس از قنوت نازله که رسول الله صلی الله علیه وسلم در قنوت نازله دست‌ها را بلند می‌کردند، در هنگام قنوت وتر هم اولاتر و بهتر بلند کردن دست است. بلند کردن دست است با توجه به عمومیاتی که در این زمینه وجود دارد. اما باز هم اگر کسی دست بلند نکرد و دست روی سینه بس، باز هم اشکال شرعی و ممانعتی وجود ندارد، گناهی رو و خلاف شرعی رو انجام نداده، اما رفع یدین بهتر از عدمش هست. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیان گفتن که سنت بعد از ظهر را 2 رکعت بخوانن یا 4 رکعت با هم؟ سنت قبل از ظهر را که 4 رکعت هست، این اولاتر و بهتر این است که 2 رکعت بخوانید، دلیل این که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود صلات اللیل و النهار مثنا مثنا، نماز باید 2 رکعت باشه. و اگر به خاطر روایاتی که به صورت عموما اومده که در روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وقتی که سنت ها را تقسیم میکنن، در اون روایت اومده که 4 قبل از ظهر، 4 رکعت قبل از ظهر، اگر کسی 4 رکعت رو یک جا بخواند باز هم اشکالی وجود نداره، اما اولاتر و بهتر این است که 2 رکعت بخواند، ثوابش بیشتر هست. جزاکم الله خیر. بیننده برای گفتن در رکعت سوم و چهارم آیا فقط سوره حمد را تنها بخوانیم یا آیه هم به آن اضافه کنیم؟ اصل بر این است که در رکعت سوم و چهارم در نمازهای فرض فقط سوره فاتحه خونده بشود، اکتفا بکنید به سوره فاتحه. اما اگر احیانا یک سوره دیگری خواندید، هیچ گونه اشکالی در نمازتون به وجود نمیاد. اگر احیانا خوندید یا فراموش کردید یک چیزی اضافه کردید، یک سوره رو خوندید، هیچ گونه اشکال شرعی به وجود نمیاد. اما با توجه به اصلی که در این زمینه وجود دارند، 2 رکعت اول پر خوانده میشوند و 2 رکعت آخر خالی خوانده میشوند. و احیانا ثابت شده در حدیث حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه که گاهی وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم یسمعون الآیه، یعنی به ما میشنوند آیه رو، حتی در رکعت سوم و چهارم میشنیدیم که احیانا رسول الله صلی الله علیه وسلم یک چیزی را میخونند. اگر احیانا خواندید هیچ گونه اشکالی وجود نداره، اما به صورت یک اصل دوام همیشگی، اصل بر این است که 2 رکعت اول پر خوانده میشوند، یعنی سوره فاتحه و سوره خوانده میشوند و در 2 رکعت آخر فقط سوره فاتحه خوانده میشوند. جزاکم الله خیر. تقریبا 2 دقیقه بیشتر تا پایین برنامه نمونده، به چند سال مونده. بیننده گفتن که نماز سنت نمیخونم، فقط فرض میخونم، در ترکیه هست. این فضیلت رو از دست داده و این مکملی رو در واقع برای نمازهای فرض خودش ندارد. بخوانید این شما ثواب بیشتری رو میبرید، مکمل نمازهای فرضتون هست و اگر نتوانستید و نخواندید گناهی برگردن شما نیست. در روز قیامت الله نمیپرسن چرا نماز سنت نخوندید،
به خاطر روایت حضرت طلحه که یک فردی از بیابان اومده بود و گفت که والله لا ازید علی هذا ولا انقص. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند افلح ان صدق، اگر صادق باشه این نماز فرض رو دقیق بخواند این کامیاب هست، ولی اینکه نماز سنت نخوانده باشد. نماز سنت بخواند این باعث رفع درجات و باعث تکمیل شدن نماز فرض می شود، نخواند گناهی برگردنش نیست. درست، جزاکم الله خیر. سال بعدی بیان گفتن که میگن ماه رجب ماه خدا هست، آیا روزه گرفتن در این روزه؟ تمام ماه‌ها ماه‌های خدا هستند و منتها روزه گرفتن در ماه رجب هیچ گونه دلیلی رو ندارد. یعنی دلیلی برای روزه گرفتن در ماه رجب یا نماز خاصی خواندن یا شبی رو احیا کردن در ماه رجب هیچ گونه دلیل شرعی در این زمینه وجود ندارد، جز اینکه جز ماه‌های حرام هست. فضیلت دیگری برای انجام عبادت یا روزه و اعتکاف و نماز شب نیست. درست، جزاکم الله خیر. بیان گفتن که به جای روزه ماه رمضان باید 3 روز قضای آن را گرفت، آیا این درسته؟ نه، چنین چیزی وجود نداره درباره روزه ماه مبارک رمضان. اگر کسی روزه نگرفته باید 1 روز رو قضا بیاره، یا اینکه این روزه بوده روزه رو خورده یا اساسا نتوانسته عمدن روزه نگرفته، یا کسی به خاطر بیماری روزه نگرفته، زن به خاطر عادت ماهیانه روزه نگرفته، تمام این موارد قضایش فقط 1 روز است. 1 روز رمضان، قضایش هم 1 روز از غیر رمضان هست، مگر در صورتی که کسی روزه رمضان را با جماع و همبستری شکسته باشد. روزه باشند زن و مرد با هم دیگر همبستری بکنند، در این صورت قضایش همون 60 روز هست کفارش، و در صورت‌های دیگر همان 1 روز هست، نه 3 روز و نه 60 روز. درست، جزاکم الله خیر. و بیننده پرسیدن که 4 بار صیغه کردن در حالی که از اهل سنت هم هستن. صیغه از نظر اهل سنت و جماعت حرام هست و مساوی با زنا هست و به هیچ عنوان جایز نیست، و رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت قطعی و نهایی این نوع ازدواج را که در زمان جاهلیت و صدر اسلام بوده اینو به صورت کلی ممنوع کردن. روایت شیعه و سنی در این زمینه هست و گناهی بوده که انجام دادن، باید استغفار و توبه بکنن. درست، جزاکم الله خیر. خسته نباشین. وقت برنامه تموم شد. از بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقهه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا